دوستان نهایت گرامی، هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ریاست نظارت و ارزیابی در تشکیل سال 1398 هجری شمسی در تشکیل وزارت ایجاد گردید. یک ریاست کلیدی می باشد، دارای 3 آمریت می باشد: آمریت نظارت از امور محصلان، آمریت نظارت از امور اکادمیک و خدمات تحصیلی، آمریت نظارت از تطبیق پلان و عملکرد. دارای 25 کارمند مسلکی و کارشناسای مسلکی دارند و 2 کمیسیون ارزیابی فوق لیسانس و کمیسیون ارزیابی برنامه‌های لیسانس دولتی و خصوصی. از سال 1398 از رو جدی فعالیت‌های خود آغاز کردند. مطابق پلان عملیاتی وزارت فعالیت‌های خود در هر سال به شکل درست انجام دادند. دستاوردهای و وظایف کلیدی از این ریاست 6 وظیفه اساسی می باشد: نظارت از تطبیق قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل‌های امور اکادمیک در تمام مؤسسات تحصیلات عالی دولتی، نظارت از امور اکادمیک، بخش تدریس، تحقیق، خدمات اکادمیک در تمام مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، نظارت از خدمات امور محصلان، نظارت از تطبیق پلان و عملکرد، ارزیابی اختصاصی برنامه‌های لیسانس و فوق لیسانس در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی و آخری وظیفه ما رسیدگی به شکایات امور اکادمیک محصلان و استادان در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی. دستاوردهای مهم ریاست نظارت و ارزیابی بعد از فتح و با آمدن امارت اسلامی 7 نکته اساسی یا 7 دستاوردهای مهم داریم. نظارت و ارزیابی از 46 برنامه‌های فوق لیسانس دولتی که در 9 پانتون دولتی داریم. 36 برنامه‌های فوق لیسانس مؤسسات خصوصی را نظارت و ارزیابی صورت گرفته که در 12 پانتون برنامه‌های مستری داریم در بخش خصوصی و تقریباً 67 پانزه در 12 پانتون‌های دولتی ولایات نظارت صورت گرفته، نظارت امور اکادمیک، و نظارت از 27 برنامه شبانه دولتی صورت گرفته و همچنان در بخش خصوصی از 25 پانتون‌های ولایات تقریباً 87 پانزه‌شان ارزیابی اختصاصی صورت گرفته و در حدود 70 قضیه شکایات امور محصلان و استادان رسیدگی صورت گرفتن. این دستاوردهای مهم ریاست نظارت و فعلا هم تیم‌های نظارتی و ارزیابی هم در ولایات مصروف نظارت و ارزیابی می باشه. پیام این ریاست به تمام مسئولین محترم مؤسسات تحصیلات عالی دولتی، خصوصی، استادان و محصلان گرانقدر این است که به خاطر از اینکه ما یک تحصیلات عالی با کیفیت داشته باشیم 3 نکته اساسی را در نظر بگیریم: توجه و پابندی به تطبیق قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل‌های امور اکادمیک در تمام عرصه‌های امور علمی و اداری مؤسسات تحصیلات عالیشان. دوم، توجه و پابندی به ارزش‌های اسلامی، مراعات کردن حجاب اسلامی و همچنان در رابطه با یک نظام مساعد ساختن شرایط محیط اسلامی کاملا جداگانه برای پسران و دختران و همچنان پابندی به پالیسی امارت اسلامی در سکتور تحصیلات عالی. و نکته سوم، توجه زیاد به بهبود کیفیت تدریس و عرضه خدمات با کیفیت تحصیلی برای جوانان تا بتانیم که ما یک جوانای متعهد، تحصیل کرده، آراسته به ارزش‌های اسلامی داشته باشیم تا در سکتور تعلیمی و تحصیلی با جهان با مو معیارهای اکادمیک ما محصلین خود فارغ بتیم تا در نتیجه در پیشرفت و ترقی کشور و سهیم شوند. و من الله توفیق.